ما الان تو دوره هستیم که هر کیه میبینی میگه پارسال من اگه 100 تومانی که داده بودم موز خورده بودم داده بودم یه تیکه طلایی گذاشته بودم کنار، الان 2 میلیون جلو بودم. خب کاکا، قرار خو نیست همه میلیاردر باشن. بالاخره یکی باید کارگر باشه، یکی باید مکانیک باشه، یکی باید نونوا باشه، یکی باید تره بار باشه. اگه قرار باشه خب همه میلیاردر باشن، خب نون گیره هیچ که نمیه بخوره. اما خیلی بهش فکر نکو. باشه، حالا فکر کن داده بودی یه تیکه زمینی گذاشته و یه گوشه ای، الان سرمایه شده و 10 میلیارد. نمیدونستی باهاش چیکار کنی. خب بدبخت خدا زده. بهش فکر نکن، سکته میکنی. خرج خودت کن.